گزارش مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 14 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 19:00 دقیقه راننده автомашین تمغه تویوتا کارولا ابراهیموف نصرت الله یعقوب جانویچ سال تولدش 1986 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر بختر به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات قزلقلعه نویه خراسان به سمت مقابل راه برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره صدرالدینوف سیمودین شرحودینویچ سال تولدش 1962 ساکن جماعت دیهات ستاره سرخ نویه یوم برخورد است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا جراحت گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه بردن در راه به هلاکت میرسد. متاسفانه 15 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 2:30 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل زفیرا مقیموف وحوب واحدویچ سال تولدش 1961 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولاب واقع در حدود جماعت دیهات اسماعیلوف شهر وحدت از عهده اداره نمودن واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ عبدالله محب الله زیداللهویچ سال تولدش 2015 ساکن جماعت دیهات اسماعیلوف شهر مذکور که روی ماشینگرد را عبور میکرد پخش نموده است. در نتیجه نابالغ عبدالله جراحت گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.